سلام بینندگان گرامی. برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون کلاب منظور شما می‌گردانیم. در استودیو آیت الله سلیمان. 12 январ президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساختارهای سود عالی اقتصادی، وزارت کارهای خارجی و مقامات دیگر دولتی تغییرات کادری عملی نمودند. مطابق بند 8 ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان درباره بازخوان نمودن کنجزاده محمد جلال‌الدین و غلامزاده سفربک از وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان بنابر سبب به آخر رسیدن مهلت وکالتشان، اینچنین درباره انتخاب کنجزاده محمد جلال‌الدین، غلامزاده سفربک، سفرزاده مهینه بانو، رحمانزاده اکرام به وظیفه سودیه سود عالی جمهوری تاجیکستان و نورعلیزاده عادل به وظیفه سودیه سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان پیشنهادهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان منظور گردیدند. با فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیسان سود ناحیه‌های سینا، شاه منصور، مرغاب، شهرستان، وخش، رشت، خاولین، نارک، رودکی تعیین شدند. تغییرات کادری همچنین در سطح معاونین رئیسان مقامات سودی، سودیه‌های سودها و سودهای اقتصادی ولایت‌های خطران و سوخت، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های کشور عملی گردید. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان 3 نفر از حساب کادرهای کارآزموده و دارای تجربه کافی در ساحه دیپلماتیا به وظیفه‌های معاون وزیر کارهای خارجی تعیین گردیدند. همچنین معاون یکم و معاون دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، معاون یکم و معاون دیرکتور اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، دیرکتور مؤسسه دولتی انستیتوت علمی و تحقیقاتی سیاحی و صاحبکاری دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان و رئیس پالات سودا و صنعت کشور از حساب کادرهای ورزیده این ساحه تعیین گردیدند. سرور دولت محترم امام علی رحمان ضمن صحبت آنها را با کار و خدمت صادقانه و صافدلانه و با وجدان پاک به نفع دولت و مردم تاجیکستان، تامین عدالت سودی و ولایت قانون، حفظ منفعت‌های دولت و شهروندان کشور، نظارت بهسازی صفت تعلیم و تربیت نسل نورس و معرفی شایسته تاریخ و فرهنگ و هنر تاجیکستان در عرصه جهانی هدایت نمودند.